طبق گزارش صندوق بین المللی اسعار، تاجیکستان در بین کشورهای پساشوروی کشوری کم بضاعت‌ترین به حساب می رود. در کشوری که 9.5 میلیون اهالی دارد، طبق تحقیقات فاند مذکور، درآمد میانه سالانه تاجیکان $833 را تشکیل می دهد. برای مقایسه، در همسایه کشور ازبکستان درآمد میانه سالانه از روی تحقیقات فاند $1762 بوده. در قزاقستان این نشانداد $8781 را تشکیل می دهد. نشاندادهای بلندترین در کشورهای بالتیکا بوده: استونیا $23000، لیتوا $20000، لاتویا $17000 می باشد. اینچنین در شرایط بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان که در نتیجه پاندمیا به عمل آمده است، درآمد اهالی کشور یکباره کاهش یافت، زیرا منبع اساسی زنده ماندن انتقال مبلغ از مهاجرت مهنتی بود. میلیون ها خانواده هایی که به انتقال مبلغ وابسته بودند، منبع اساسی درآمد خود را از دست دادند، زیرا اکثر آنها در چنین شرایط به روسیه و قزاقستان رفته نتوانستند. همزمان در ماه‌های آخر نرخ‌های محصولات خوراکواری بالا رفت. همین طریق یک شیشه روغن 5 لیتری که در اول تیر ماه 62 سومانی ارزش داشت، حالا 78 سومانی نرخ دارد. یک خلطه شکر از 330 سومانی به 430 سومانی رسید. 50 کیلوگرم آرد از 220 سومانی تا 250 سومانی بالا رفت. تخم از 76 درم برای یک دانه تا 94 درم. ارزش یک کیلوگرم گوشت از 50 سومانی تا 60 سومانی بالا رفت. ما اخیرا بارم 73 سوم خریده بودیم شده فیرما. کم خریده بودیم برای که طبق تحقیقات پژوهشی اکونومیست اینتلیجنس یونیت، کمبودی غذا در کشور قبل از پاندمیا در عمل معنای آن را داشت که یک تاجیک به حساب میانه در یک روز تقریبا 227 کالری گرفته نمیتوانست. برای مقایسه، شهروند میانه روس در یک روز تنها 6 کالری، شهروند قزاقستان 17، شهروند ازبکستان 43 کالری گرفته نمیتواند. در ایندکس امنیت غذاخواری اتحادیه اروپا در ماه دکامبر سال 2019 در بین 113 کشور تاجیکستان در جای 93 قرار دارد. طبق برنامه عمومی جهانی غذاخواری، 47% اهالی تاجیکستان در یک روز کمتر از $133 آمریکایی زندگی میکنند و 30% اهالی تاجیکستان از گرسنگی اذیت میکشند. حکومت باید اهالی را گوش کند، گفت خبرنگار از منطقه کولا به رادیوی آزادی که به خاطر امنیت نخواست نامش افشا گردد. شما در بازارها فراوانی محصولات خوراکواری را میبینید. بله، شما مردم را میبینید که محصولات میخرند و بعضی ها حتی به نرخ ها نگاه نمی کنند، اما این اقلیت است. هر کسی که میگوید اکثر تاجیکان با سری خوراک میخورند از واقعیت دور هستند و هیچ چیز را نمیدانند، میگوید او. یادداشت میکنیم که رژیم رحمان به اهالی دائما درباره بالاروی سطح زندگی در کشور حرف میزند. همین طور ماه سپتامبر ضمن سفری کاری به شهرهای اهالی نشین ولایت سوخت، امامعلی رحمان از بلند شدن سطح زندگی اهالی تاجیکستان خبر داده بود. او تاکید کرد که رشد استوار اقتصاد به حکومت امکان داد که به ساحه اجتماعی از جمله فرهنگ، ساختمان و بازسازی انشاءات توجهی بیشتر دهد. با شرافت استقلال و آزادی، وحدت ملی و صلح و ثبات، مردم ما در شاهراه سازندگی و بنیادکاری قدم‌های استوار گذاشته امروز وطن عزیزمان را خیلی آباد و پیشرفته گردانیدند و به خاطر فردای باز هم آبادتر سرجمانه زحمت کشیده ایستادند. گفت رحمان بدون توضیح دادن آنکه زندگی اهالی کشور چگونه بهتر شده است. روز خبر نمی‌شم، نمی‌دونم خیلی